تو در یک لحظه الهی هستی، لحظه‌ای که نشونه ها و اتفاقات همگی پیام یک چیزو بهت میدن. به صدای درونت اعتماد کن. این خود خداست که داره هدایتت میکنه. دعاهات شنیده شده، درخواستات پاسخ داده شده، مسیرت روشن میشه. یک وحی درونی بهت داده خواهد شد. پاسخ مستقیم از عالم به تو میرسه. تو انتخاب شدی که پیام رو بشنوی. مسیر عشق تو زیر هدایت الهیه. اتفاقات اخیر بی دلیل نیست. درای عشق داره باز میشه. یه اتفاق و نشونه مهم تو رابطت قراره ببینی. خدا داره تو اونو همزمان هدایت میکنه. ارتباطتون یک ارتباط کارمایی روحی قدریه. هرچی احساس میکنی درسته. اونم الهاماتی در مورد تو میگیره. روحش باهات در ارتباطه. افکاری که یه دفعه به سراغش میاد بی خود و بی دلیل نیست. به زودی صحبت و نزدیک شدن و یک علامت واضح میبینی. خدا بهت میگه این عشق تحت هدایت الهیه، نه فقط احساس معمولی. قراره وارد یک مرحله رشد معنوی بشی. تو به فرکانس الهی داری نزدیک میشی. نشونه ها برات بیشتر میشن. خوابا و الهامات شدیدتر میشه. مسیر درسته، فقط ادامه بده. در مورد مسائل مالی تصمیمی که در سر داری درسته. راه درآمدی که قراره برات اتفاق بیفته مسیر کاریتو باز میکنه. خدا داره درای رزق رو برات باز میکنه. کمکت میکنه به جایی که باید برسی. برکت در مسیر راهت قرار گرفته. فقط به الهام درونت گوش بده. بهت تبریک میگم. خسته نباشی. تو دیده شدی. هیچ حرفی، اشکی، دعایی گم نمیشه. همه شنیده شده. آرامش بزرگ نزدیکه. قلبت به زودی جوابش رو میگیره. فقط نشونه ها رو دنبال کن. جهان داره بهت لبخند میزنه، ولی خوب گوش بده ببین چی میگم. ساکت باش و بشنو. نشونه ها رو جدی بگیر. عددا، خوابا، جمله ها هیچی تصادفی نیستن. بیشتر توجه کن. عدد 3 رو بیشتر بهش توجه کن. خدا داره بهت میگه تو تنها نیستی. خدا داره یه جوری مثل لالایی بهت میگه راهتو با نورم روشن میکنم. فقط حواست باشه شک نکنی. ندای درونت رو بهش خیانت نکن. هدایت رو نادیده نگیر. مسیرتو تغییر نده. وقتی نشونه ها زیاد میشن توقف نکن. ستاره درخشانه هستی. تو در مسیر بسیار مقدسی هستی. نشونه ها رو دنبال کن. بزرگترین پاسخ ها در راهن. این کارت بهت میگه تو تحت محافظت و هدایت مستقیم الهی هستی.